سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم یه جذاب بگیریم که خیلی با ویدیو دیگه متفاوته. اگر دیده باشید اخیراً خیلی بازار موبایل گرون شده و واقعاً با این دلار 105,000 تومانی خیلی اوضاع خراب شده. من به اینجور چیزا من کار ندارم. امروز یه گوشی آوردیم که اگر پیدا بشه دست دومش پیدا میشه، اونم تو رنج قیمتی 6 میلیون که معرفی میکنم. آیفون 5S با دوربین 5 مگاپیکسلی، بدنه فلز، رنگ طلایی، پشتیبانی کننده سیری و iOS. و اینکه این گوشی زمان خودش یه شاهی بوده، یه سلطانی بوده. یعنی سامسونگ جلو این کم می آورده. مثلا من الان سامسونگ قدیمی رو دستم میگیرم، زمان این گوشی من دستم میگیرم اصلا توش نمیشه برنامه ریخت. یعنی واقعا استیو جابز شاهکار کرده اون زمان. و اولین گوشی لمسی هم اپل ساخته. حالا با یه صفحه تقریبا کار را انداز که برنامه ها رو میکشه، برنامه هایی زیاد میکشه، مثلا بازی میکشه. اینش خیلی اون زمان خوب بوده. و iOS 12 5.7 و اینکه الان این دور زمونه گوشی های آیفون یکم طراحیش بد شده. یعنی مثلا مثل SE، یعنی گوشی آیفون 16 گوشی آیفون 16 اینجا یکم حالا به نوستالژی برگشته. ولی این که من با این حرفا من کار ندارم، ولی میگم که نوستالژیش بهتره، مثل آیفون 4 و آیفون 4S و آیفون 5 و آیفون 4 آیفون 5 و آیفون 5S. اینه که دکمه داره. خیلی اون زمان چیزه یعنی برای اون زمان من از اون زمان خوشم میاد. شما چی؟ شما اگر از نوع جدید خوشتون میاد تو کامنت ها بنویسید جدید. اگر از قدیمیش خوشتون میاد بنویسید قدیمی. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدی حتما لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله بغلشم بزن تا هر ویدیویی میذارم با خبر بشی و ببینی. و این راهکار از من حمایت میکنی. خدا نگهدار.